حوادث پیهم از جنبش روشنایی گرفته تا به پل محمود خان، رجال برجسته، ریاست ده، چهارراه ببخشین شاه شهید و همچنان در مصادیقی که در الزهرا در اواخر در آخر زمان و چهارراه زنبق شهادت تظاهر کننده ها، انفجار به جنازه‌ای که رهبران جمعیت اسلامی اشتراک کرده بودند در بادامباغ، انفجاراتی که به ولایت خوست صورت گرفت، کشتاری که به ولایت قندار صورت گرفت، انفجارات پیهمی که به مسجد جوادیه و دیگر نقاط مختلف هرات باستان صورت گرفت، همه نشان دهنده تحجر، خشونت، خونریزی و انسان کشی در کشور است. نه تنهایی که دشمن در این راه زحمت میکشد، دشمن برای کشتار ملت کمر بستند، بلکه ضعف مدیریت، بی‌تفاوتی حکومت هم عامل چنین فجایع و خونریزی شده میتونه. ما امیدوار هستم که دولت با حکومت با مسئولیت هایی را که داره در قبال ملت، در تامین امنیت ملت عزیز ما، در تامین امنیت شهرها، خصوصا اماکن مقدس توجه بیشتر مبذول دارند. این دشمن ما چه دشمنی است که به خانه خدا هم رحم نمی کند؟ این چه دشمن صفاکی است که خود را مسلمان میگه و سر مسلمان را میبره؟ این چه مسلمان است که به مسجد هجوم میارن و انفجار میکنن، انتحار میکنن و کودک هم را میکشند؟ شما شاهد هستین که در مسجد آخر زمان در کابل به فکر بسیار آرام 1.5 ساعت تا آخرین مرمی که داشتن انسان کشتند. بعد به فکر آرام با چاقو و کارد حتی کودکایی که در منزل دو با خانم ها بود به فکر بسیار آرام گردن بریدند. این کجا بود واکنش سره؟ این کجا بود قطاعات خاص؟ این کجا بود کماندوها؟ این همه کابل که پر از نیروهای داخلی و خارجی و قطاعات خاص و کماندو هست، اینا کجا بودن به 1.5 ساعت بعد فریاد این مظلومین نرسیدن؟ یک جواب وجود داره: بی‌تفاوتی و بی‌کفایتی. بعد اشک تمسا ریختاندن، بعد به بستر مریضا رفتن، از اونا عیادت کردن. نکنین عیادت از مریضای ما مگرم از خون ملت ما دفاع بکنین، از خون فرزندان ما دفاع بکنین. زمینه گردن بریدن جلویش بگیرین. برحال در این رابطه زیاد تماس نمیگیریم. همتون میدونین که ناامنی ها در سرتاسر کشور بیداد میکنه. تقریبا تمام جغرافیای کشور را ناامنی ها فرا گرفته. هیچ جایی از این مصیبت بیرون نمانده. هیچ نمانده بود که با سقوط ولسوالی چمتال جنگ به داخل شهر یا حداقل به انفجار دادن فابریکات کود و برق برسه. همه فرزندان نظامی شما و فرزندان مجاهد و خیزش‌های مردمی شما و پلیس‌های محلی شما بود که شب جلب پیشروی دشمن گرفتیم. فردا خود ما با همه نیروها حرکت کردیم. با 24 ساعت با کمک خداوند با تمام توان و ولایت‌هایی که آمده بودند قلع و خمشان کردیم. در 24 ساعت تا آخرین نقطه خارج از ولایت بلخ بیرونشان کردیم. بیش از 50 نفر کشته دادند. من نمیدونم که چقدر زخمی دادند.
و فرزندان شما اکثریت موتورسیکل ها و سلاح‌هایش هم غنیمت گرفتند. و باید داشته باشین که هر نقطه‌ای که اینا سر بلند بکنند، همون قسمی که در گذشته ها براتون وعده کردیم که بلخ قبرستان تروریست ها، قبرستان طالب، قبرستان داعش و قبرستان تمام کسانی که به چشم بد به این شهر می‌نگرند به قبرستانشان تبدیل کردیم و به قبرستانشان تبدیل میکنیم. با شهامت شما بزرگمردا بلخ گورستان دشمنان دین و دشمنان شما ملت عزیز است. هر جایی که سر بلند کردن همونجا سرکوبشان میکنیم با کمک خداوند. ما یکمی به توطئه هایی که از مرکز علیه ما سازماندهی میشه مصروف هستیم، از این توطئه ها خلاص شویم. در دورترین نقطه، در اقصا مناطقی که اینا سر بلند میکنن، اینا را برشان خوابشان احرام میکنیم و نمیگذاریم که اینا فعالیت بکنن و از مردم ما قربانی بگیرن. ما در پلوی همه مشکلات هایی که داریم، اختلافات و افتراق قومی نیز در اینجا زبانه میکشه و صداش بلند است. کسانی ماموریت گرفتن، آمدن به دولت پیوستن، منیت تسلیمی برش امتیاز داده میشه، برش قصر داده شده، برش یاشو داده میشه، برش حتی صلاح دادن. کسی که حرف بلند بالا میزد که ما جهاد اعلان کردیم و تا آخرین سرباز امریکایی می جنگیم و سرباز ما را، اردوی ما را، امنیت ما را کافر میگفتن، مرتد میگفتن، جهاد علیه فرض گفته بودن، جهاد میکردن. گفته خودشان کجا شد این سلاحایی که شما جهاد میکردین؟ کجا را تسلیم کردین؟ هیچ جای تسلیم نکردن، یک قریه را هم تسلیم نکردن. اون روز برایتان گفتم که جز یک مریوش و دوز به بغلان دیگه هیچ کسی را ندارن و این دوزم جز شفاولگری و راهگیری و دزدی های معدن زغال سنگ هیچ کاری دیگه نداره. پریروز شما شنیدین که یک مسلمان از برادرای پشتون ما را برده بودن، زندانی کرده بودن، بچه انداخته بودن که یا یک قدر لگ روپا بته یا دختر تبامه بته. اینی سردار است که مربوط آقای حکمتیار است، با اصطلاح نیروهایی است که در کنار دولت آوردن که بجنگن. این دوست خواهد وقت بود. من یک سوال دارم از آقای حکمتیار و این متوجه رهبری حکومت هم میشه و این متوجه دوستای بین المللی هم میشه. شما دوستای بین المللی که از این پروسه حمایت کردین، شما حکومت که زمینی آمده این را مسائل ساختین، پول فریوان هم برای مصرف میکنین، سلاحهای گریزبن هم برای تایی که سلاح بیاره تسلیم بکنن، سلاح گریزبن هم برای توزیع کردین. قصر بسیار دلکشام در اختیارش گذاشتین. یک سوال میکنم، این آقایی که به نام حکمتیار از مطبوعات همه ایتون شنیدین، شما مطبوعات شنیدین که بیعت کرده بود به داعش، این جواب بده که به خاطر چی به داعش بیعت کرده بود؟ و این سوال خارجی ها دوستای بین المللی ما و حکومت بتن، آیا این آقا بیعت خود پس از داعش گرفته؟ اگر گرفته روی چی، کدام اسناد، با کجا اعلان کرد؟ در غیر او این خود رهبر جهادی میگه، مفسر میگیره، این خود میگه که من از نص و دل قرآن میدانم. این خود بیعت کرد به داعش، این خود بیعتش دوباره نگرفت، اعلان نکرده. من میگم که همه جنگ های به نام داعش و داعشی که چهره بیرون میکنه بلند کرده، به نحو این آقا به او دست داره. ما
ما که به جهاد باید داریم، ما که برای خدمتگزاری به ملت خود باید داریم، از خون خود تیر نشیم. تو که بدایی باید داری، در هیچ شکی نیست که با داعش همکاری داری و راهنماییش میکنی و به نحو دی کشتارهای دست جمعی مستقیم و غیر مستقیم صحیح هستی. یک، چون باید داری، کارت از باید کردن، تایید کردن از، خدمت کردن از و در پایش خون خود ریختاندن است. تو شریک هستی. در غیر او اگر گیرم که یک بهانه وجود داشته باشه، این همه اختلافاتی که به نام قوم و مذهب و علیه هزاره ها و شیعه ها و علیه ایران تو که راه مندازی، چی پیامی داره جز شیعه کشتن، جز هزاره کشتن، جز مباح و دم گفتن این ملت مظلوم و بیچاره که در کنار نظام خدمت کرده، در جهاد افغانستان بوده، در مقاومت بوده و یکی از ستونهای کشور و یکی از ملت بزرگ کشور به حساب میره در پولی همه اقوام معزز افغانستان. واضح است که این اختلافاتی را که تو را مندازی، این نفرت پراگانی که شما میکنین، دسته پیدا میکنه به ترور و اختناق اشخاص متحجر و خدا ناترس. پس تو باید خود اصلاح بکنی. ما ایجاب از حکومت خود میگیریم. وقتی که حکمتیار علیه اقوام مختلف بخصوص شیعه، بخصوص هزاره ها این نفرت پراگانی میکنه، جوابش چی است؟ حکومت از تو میخوایم، ما از تو میخوایم حکومت. این آدم میره که در آغوش خود آوردین، بیعت خود از داعش گرفته، اگر گرفته شما اعلان بکنین، به مردم اطمینان بدین که این آدم بیعتی که با داعش کرده بود پس دوباره گرفته. این مردم وضعیت را تحلیل میکنن، یک به یک گفتار را حساب میکنن، فکر و افکار عمومی را حساب میکنن، حرفای کسانی که دعوای کلانی و بزرگی میکنن حساب میکنن. تو دولت و تو حکومت مسئولیت دارین که این آقا همونطور که بلبل واره خوانده بود به حضور مردم بگه که ما جهاد خود علیه این حکومت، علیه این سرباز، علیه این قوای مسلح، علیه این مامورین و کارمندا پس گرفتیم. و بگویه که بیعت ما به داعش پس گرفتیم. تو گفته بودی که یک عسکر امریکایی هم به کابل بده باشه، از امت رسول الله نباشن که به کابل بیایم. حال خو آمدی، جهاد کردی، مامور کشتی، کارمند کشتی، انتحار زنانه دادی، انتحار مردانه دادی. در مارکت، تو در مارکت در حین خرید کودک و زن و طفل و مردم ملکی و غیر نظامی، تو در اونجا انفجار دادی و یگانه خانم حقوقدان، فکر میکنم حقوقمل بود، خانم حقوقمل بود، با تمام خانوادش کشتی. این چی توجیه میکنی تو؟ خب باید اینجا جواب بدید. کس بخواه نخواه ما جواب میخوایم. در هر جا در غیر او، تا زمانی که تو جهادت علیه حکومت نگیری و بیعتت از داعش پس نگیری، تو هر جای سر بلند کنی سرت میخوری به زمین میکوبیم. آخرین نقطه، همیشه گفتم که ائتلاف ملی نجات افغانستان برای شماست، به خاطر شماست، به خاطر نجات افغانستان است. این ائتلاف هم برنامه کوتاه مدت داره، میان مدت داره و دراز مدت. به زودی موجودیت خود این ائتلاف اعلان میکنه. بعد از تکمیل شدن رایزنی کمیته ها فعال میشه، برنامه ها ریخته میشه. برنامه های ما بعداً به اختیار همه قرار داده میشه که ما در عرصه اقتصاد، تامین امنیت، اصلاحات و روابط خارجی، تجارت، امور اجتماعی، فرهنگی، در بخش جوانان، علما، در صدر کشور چی میخوایم.
ما او وقت باز برنامه انکشافی و اقتصادی خود و امنیتی خود اعلان خواد کردیم. این ائتلاف با گذشت هر روز قاعده هایش وسیع میشه. برادران از جنوب، شرق، لوی قندار همه با ائتلاف اعلان حمایت میکنند و همکارتان است. و با ائتلاف یک جای برای اصلاح حکومت، بعد رفتن به طرف انتخابات، یک جا با هم برای نجات ملت کار میکنن و متین و استوار حرکت میکنیم. ما از این طریق بازگو میکنیم که حکومت و دولت پاهایت لرزیده اما بیجا لرزیده. ما اصلاح میخواهیم، ما نظام سقوط نمیدیم، چون ما ستون و رکن نظام هستیم. ماهایی که ائتلاف را تشکیل میتیم و در حال شکل گیری هست، کسانی که این ابتکار را انداخته 40 سال است که مبارزه میکنند. اون آقایانی که حال دعوی رهبری حکومت دارند میخوان که افغانستان در مشت خود بگیرن، خرد و خمیرش بکنن. 10 سال پیش کجا بودن؟ 20 سال پیش کجا بودن؟ در شرایطی که این ملت شورای وقت با بمهای 1000 کیلویی قربانی میکردن و بعد طالبا و تروریسم زیر کیبالا شلاق اینا را میکشتن، کشتار دست جمعی میکردن، شهرهایش ویران میکردن، درختایش از ریشه میکشیدن. شما آقایان کجا بودین؟ امروز آمدین میخواین که در یکی قدرت تکیه بزنین و همه خدمات ملت نادیده بگیرین. این حرکت مردود است، این دیدگاه مردود است. این ائتلاف است که دعوی ملکیت در افغانستان کرده میتونه، چون در برابر شوروی جنگیده، در برابر تروریسم جنگیده و در ایجاد این حکومت از 10 سال به این طرف نقش بازی کردند. خواسته های ما اصلاح حکومت در هر بخش، تطبیق توافقنامه حکومت وحدت ملی، شراکت سیاسی، مشارکت واقعی ملی، عدالت اجتماعی، شریک بودن همه سران در تصمیم گیری های ملی، بین المللی، استراتژی و کلان و بزرگ افغانستان و رسیدن دست مردم به حق خودشان و داشتن آزادی بیان و آزادی حق تعیین سرنوشت ملت به دست خودشان، این خواسته ائتلاف ملی است. ما همیشه گفتیم که پای حکومت راست میکنیم، اصلاحات میخواهیم. ما را مجبور نسازیم که پای پاها را باز بشکنانیم. وقتی که ما میگیم از این ملت هستیم، از متن ملت برخواستیم و برای حکومت خود نظام صالح میخواهیم، در این ما متحد و استوار هستیم. اونم قسمی که قبلا گفتیم وزرای ما صلاحیت خود داشته باشد و حق ما که تلف شده، ما که میگیم همه ائتلاف، حق ما که تلف شده حق ما داده شود بدون چون و چرا. ما گفتیم که دیالوگ دروازش بسته نیست، ما آمده دیالوگ هستیم. ما در پولش حق خود میخواهیم و در برنامه ملی میخواهیم شریک بوده باشیم و اصلاحات واقعی بیا. امروز فساد بیداد میکنه، در قوای مسلح افغانستان ضعف میبینی، ضعف مدیریت میبینی، رشوه و فساد میبینی. افغانستان روز یک بار ولسوالی و قریه های سقوط میکنه، انقریب است که بعضی شهرها سقوط بکنه. پس ما حق نداریم که اصلاح بخوایم، اصلاحات بیاریم. آمدن معاون اول رئیس جمهور طبق قانون که با یک کارت با آقای رئیس جمهور رفته بودن، با رأی مردم معاونیت اول گرفته، آمدنش و تشریف آوری شرط حتمی و اولی ماست. بدون قانون هیچ کس حق نداره که هیچ افغانی را، تبعی را در ورود به افغانستان و از حق قانونی و مدنیش او را مانع شود و محروم بسازد. چطور میتونه که معاون اول رئیس جمهور که با رأی میلیونی ملتش و قومش تو را مشروعیت داده و به میان آمده و تو با نیرنگ ها و با استفاده از زور خارجی و با تاکید و فشار زور خارجی
و با استفاده از امکانات خارجی هایی که در افغانستان حضور داره تو میخوای یک کس را ممنوع دخول در افغانستان بسازی؟ چی قانونی؟ اگر کسی اتهام برش وارد میشه خب خوب است که داخل افغانستان بیا که تو پرسان کنی. تو کسی را ادعا میکنی که مشکل داره، دوسیه داره، ولی داخل شدن نمیمونیش که ازش پرسان بکنی. او میگه که ما آمده هستیم که بیان در داخل کشوریم با وطنیم، سوال متوجه میشه ما جا بشه بتم. اما تو توطئه میکنی، میگه که نه نبی از آمدنش میترسی، دسیسه جور کردی. همون قسم میگه دسیسه علیه ما جور کردی، او آصف علیه ما شما روان کردین که برای ما دسیسه توطئه بکنین. ما خود در نطفه دسیسه خونسا کردیم، 100 توطئه دیگه که به ما روان بکنید جا به جا خونساش میکنیم با کمک خداوند و حمایت ملت عزیزم. شورای مومندا و برادرای مومن شخصیتای کلانش پیش ما آمده بودن. پریروز هم یکی از برادرای بزرگ مومن که در شورای رهبری جمعیت عضویت داره، اونا هم جداگانه همه اینا از ما خواستن که گفت یک خواهش داریم که پسوند مومن از نام آصف دور بکنن که این نه مومن است نه قوم ماست. شما ببینید اون تظاهرات ساختگی که آقای حکمتیار و شورای امنیت علیه ما جور کردن و مردم هم جمع کردن نتونستن، چوکیاشون هم خالی ماند، او تصویر ادیت کردن نشر کردن، آیر مردم نمیدانه. این چه توطئه بود که تو خب باید علیه تروریسم گپ میزدی، علیه وضعیت گپ میزدی، تو آمدی علیه ما گپ زدی و با عکس ما چلیپا کشیدی. با او چلیپا کشیدنی با دستای منحوس شما چهره ما خسته‌دار نمیشه. چهره مرا ملت و مردم دقیق شناسایی دارن، میدونن که ما از جهاد تا امروز چی کردیم و بعد از این برای ملت خود چی میکنیم و چی میخوایم. ائتلافی که توسط صلاح الدین خان ربانی، جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور، استاد محقق معاون اجراییه و من بنده فقیر و تعداد از دوستای دیگه که طرحش مطرح شده، اعلان شده، تا هنوز به شکل رسمی نه. و بعد از اینکه به افغانستان آمدیم شورای انسجام عربا شامل ائتلاف شد، شورای بلوچ‌های افغانستان شامل ائتلاف شد، شورای قزلباش‌های افغانستان شامل ائتلاف شد، شورای ترکمن‌ها در شورای ترکمن‌های افغانستان شامل ائتلاف شد. احزاب سیاسی که در شمال مرکزیت دارند 5 حزب شامل ائتلاف شد. برادرای جنوبی گروه آمدن، شخصیت‌ها و متنفذها شامل ائتلاف شد. با برادرای مشرقی و با برادرای لوی قندار تفاهم داریم، با یک جا پیش میریم. با دیگر اتحادها تفاهم داریم، یک جا پیش میریم. با احدی صاحب رئیس افغانستان نوین، برنامه نوینی که جبهه نوین بباشن، رئیس جبهه نوین، با اونا دیالوگ داریم، تفاهم داریم، حرفای ما بسیار نزدیک است. این همه نشان دهنده است که ائتلاف یک قدرت قوی است. شورای مجاهدین جنوب و جنوب شرق آمدن و اعلان حمایت کردن. نهضت ملی افغانستان یک حزب سابقه دار است، آمدن اعلان حمایت کردن. در ننگرهار، در ولایت جنوبی، در کابل، نیادها، مردمها، احزاب گرد همایی کردن و از ائتلاف حمایت کردن. این معلوم است که ائتلاف شماست، این قوی میشه و پیش میره و برای تعیین سرنوشت شما یک لحظه فروگذاشت نمیکنند. دیگه زیاد زحمتتان نمیتونم. توطئه دشمنای افغانستان که در اکثریت مناطق افغانستان وجود داره، همه مردم افغانستان با پایمردی ساده است، خصوصا در شمال توطئه دشمنان که روان است. ما یک دفعه از توطئه داخلی بیکار شویم. در هیچ منطقه شمال با کمک خداوند، ولو که مسئولیت ما ولایت بلخ هم بوده باشه و از کسانی مسئولیت جوزجان هم بوده باشه، ما زیر چتر قانون و حکومت و با برنامه معقول برای تصفیه تمام ولایت اطراف با شرایط و زمان مناسب اقدام خواهد کردیم
و مردم از شر شرور نجات خواهد دادیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیام جناب دوستم خواندن بشه، بعد نماز ادا میکنیم. هموطنان عزیز، خواهران و برادران، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هرچند رخدادهای خونین کشور مسرت و شادیهای هموطنان عزیز را گرفته است، ولی با وصف این درد جانگداز عید سعید قربان فرا رسیده است و ما با وجود تمام مشکلات آن را با مردم رنج دیده خویش تجلیل می کنیم، زیرا گرامی داشت از آن یک وظیفه دینی و اسلامی ما می باشد. به این مناسبت گرمترین تبریکات و شادباش های خویش را به شما مردم بلا کشیده و هموطنان گرامی در داخل و هر کجای جهان که زندگی می کنید ابراز داشته، امیدوارم که خداوند بخشاینده قربانی هایتان را به دربار خویش قبول نماید. آرزو دارم تا در کنار دوستان و خانواده های عزیزتان و همه هموطنان ایام عید را به شادمانی سپری نموده و سایه غم و اندوه از جمعیت گرم خانواده ها و دوستانتان به دور باشد. به همه خانواده های رنجیده و سوگوار در رخدادهای خونین روزهای گذشته عزیزانشان را از دست دادند، ضمن عرض تبریک ایام عید قربان یک بار دیگر تسلیت میگویم و از خداوند برای زخمیان این حوادث سلامتی و تندرستی آرزو می‌نمایم. همچنان به همه منصوبین دلیر و نیروهای دفاعی و امنیتی کشور که در سنگرهایشان از مردم وطن عزیزمان دفاع و حراست میکنند و در این را همه روزه قربانی میدهند، عید را مبارکباد گفته و با آنها اطمینان میدهم که مبارزات و دفاع قهرمانانه ایشان در راه وطن مایه مباهات و سربلندی همه شهروندان افغانستان است. این مبارزات برحقشان ثبت اوراق زرین تاریخ خواهد بود. هموطنان عزیز، علمای کرام، جوانان غیور و خواهران گرانقدر، در حالی که از وطن و مردم با عزت و قهرمان خویش به دورم، ولی از این دور رویدادهای داخل کشور را تعقیب میکنم و از بابت پیشامدهای ناگوار و خونین روزهای اخیر برایشان پریشان و غمگینم. تروریست‌های کردل با حمله بر مساجد و تکایا و دیگر اجتماعات مردم میخواهند نفرت، تفرقه و جنگ‌های مذهبی را در کشورمان دامن بزنند. آنها از دوام محبت و دوستی و همپیوستگی میان مردم و پیروان مذاهب مختلف در افغانستان کینه بر دل دارند و حسودانه به دستور بیگانگان با سازماندهی این گونه جنایات خونین از یک سو مردم بیگناه و کودکان و زنان ما را میکشند و از جانبی هم ارزش‌های دینی و اسلامی ما را در زیر پا میگذارند. من از شما مردم دلیر و دوراندیش و مسلمان میخواهم که در برابر این گونه توطئه‌ها هوشیارانه عمل کنید و به خاطر داشته باشید که اتحاد و همبستگیتان ضربه محکمی بر پیکر دشمنان وطن است. این اتحاد و همبستگیتان را حفظ کنید. هموطنان گرامی، میدانم که روزهای سختی را سپری کرده اید و شاید روزهای دشواری را در پیش رو داشته باشید. متیقن هستم که در این شرایط دشوار جهان با نگرش نوی به اوضاع منطقه نگاه میکند که استراتژی نو ایالات متحده آمریکا در رابطه با افغانستان مؤید این حقیقت است. من از این که ایالات متحده آمریکا به لانه‌های اصلی ترور و دهشت عطف توجه کرده و راهکار تازه‌ای در پیش گرفته است تا دولت پاکستان را در رابطه با افغانستان زیر فشار قرار دهد خوشحالم و از آن یک بار دیگر ابراز حمایت میکنم. امیدوارم که با این راهکار جدید لانه‌های ترور و دهشت افکنی در داخل و بیرون از افغانستان آماج قرار بگیرد و همه کسانی که در لباس طالب و داعش مردم را میکشند و کشور را با ویرانه مبدل میسازند و زندگی مردم را تهدید میکنند نابود گردند. من باور دارم که ملت سازی در کشور به زور و سر نیزه انجام نمی شود. خوشحالم که در سیاست جدید رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به این مسئله توجه جدی شده و آرزو دارم که ما نیز همانند سایر ملت‌های متمدن جهان خودمان را با عقلانیت و هوشیاری
با دست دادن به هم دیگر در پیشگیری شیوه های مدارا و تحمل پذیری فرهنگ ملت سازی را در وطن عزیز خیش ترویج دهیم و به یک ملت واحد و سربلند و با فرهنگ مبدل گردیم. من باور دارم که تفرقه، تبعیض و عدم تحمل پذیری زندگی را در کانونهای زندگی جوامع بشری تلخ می سازد و حاصل آن بدبختی می باشد. امیدوارم در پرتو تعالیم دین مبین اسلام در کنار یکدیگر قرار بگیرید و یک جا با همدیگر راههای فایق آمدن بر مشکلات جاری را در کنار دولت و نظام کنونی که نتیجه قربانی و ایثار مردم عزیز کشور است شناسایی و عمل کنید. من آرزو دارم که در سایه اتحاد و یکرنگی بزودی به صلح آرامش دست یافته و در کنار همدیگر با آبادی و عمران کشور خیش پرداخته بر زخمهای ناسور وطن و مردم کشور عزیز خیش می پردازیم. یک بار دیگر روزهای عید سعید قربان را برای همه شما هموطنان عزیز خیش تبریک و تهنیت گفته خوشی و سعادت همیشگیتان را استدعا می خواهم. تشکر از توجه شما.